یک نقاشی جدید دارم براتان از داستان عاشقانه فالوور ما. برام گفت که سال 2020 بود که برشته دلخواهیم کامیاب شدم. یک سمستر درس خواندیم که رخصتی کرونا شد. ما در خانه خیلی دلتنگ می شدم. به صفحات مجازی پناه بردم و برای خودم فیسبوک جور کردم. اگرچه قبلا در دنیای مجازی دسترسی نداشتم. بالاخره در فیسبوک با چند تا از دخترها دوست شده بودم و گهگاهی با هم مسیج میکردیم تا که یک روز یک آیدی به نام پرنس برام ریکوست روان کرد. من که فکر کردم دختر است چون نامش پرنس بود و ما او را پرنسس فکر کرده بودم، ریکوستش قبول کردم و اجازه دادم در فیسبوک فرندم شوه. بعضی وقتا مسیج میکرد. یک روز برام گفت که من بچه هستم. من که خیلی قار شدم میخواستم که بلاکش کنم اما مانعم شد. زیاد حرف زد و دل من نرم ساخت. ما ماندمش. همون تو مسیجای ما ادامه داشت تا که یک روز برام ابراز علاقه کرد و گفت که از تو خوشم میآید. شماره واتساپم را خواست و گفت که میخواهد تنها با من باشه و فیسبوکش را خراب کنه تا که با کسی غیر از من ارتباط نداشته باشه. بعد در واتساپ با هم ارتباط داشتیم و فیسبوکش را خراب کرد. ما خیلی به هم وابسته شده بودیم. شب تا صبح با هم ویدیو کال میکردیم. تقریبا 5 سال از ارتباط ما گذشته بود و هر بار که میگفتم رابطه خود رسمی بسازیم برام وعده میکرد که با فامیلم گپ میزنم، اما راستش بگویم جرأتش را نمیکرد. یک روز اما بالاخره برادرم خبر شد. تلفنم را به یک بهانه گرفت و همه چیز را دید و موضوع را به مادرم قصه کرد. مادرم خیلی سرم قار شده بود. ما هم برش زنگ زدم و گفتم که مسئله جدی است و باید بیای خواستگاری، اما او خیلی عاجز بود و در مقابل مادرش اصلا گپ زدن نمیتونست. یک شب سر همین موضوع با او جنگ کردم و دعوا خوردم. بالاخره مجبور شد به پدرش قصه کرد و پدرش قبول کرد. در این مدت چند خواستگارم داشتم که همه را جواب رد میدادم تا اینکه بالاخره یک روز یک خواستگار پیدا شد و مادرم او را مناسب من دانست، ولی من قبول نداشتم و سر همین موضوع با هم جنگ میکردیم. خب اگر واقعا مرا دوست میداشت باید بالاخره با مادر صحبت میکرد. یک شب مرا در گروه کال انداخت همراه با برادرش که در ایران بود. برادرش که با ما گپ زد کل قصه را برش تعریف کردم. او هم خیلی سرش قار شده بود و مجبورش کرد که باید با مادرشان صحبت کنه. او هم تمام موضوع را برای مادرش قصه کرد اما او اصلا واکنش نشان نداد. از خشک شانس مادرم هم زیاد سرم فشار می آورد که باید خواستگاری که مد نظرش بود را قبول کنم، اما من گفتم که یک کس دیگر را خوش دارم و تانستم تا جای مادرم راضی کنم. برام گفته بود که فقط 15 روز وقت داره که خواستگاری بیاید. بالاخره تانستیم مادرم قد مادرش در تماس با هم وصل کنیم تا با هم گپ بزنن، اما متاسفانه مادرش خیلی به مادرم بی احترامی کرد و مادرم هم زیاد قار شد و بعد از اون مسئله دیگه خواستگار خیلی جدی گرفت که باید قبولش کنم. با مرور مادرش با خودم هم زیاد گپ میزد و درباره فامیلم خودم پرسان میکرد. برام گفته بود که بعد از عید میاین خواستگاری. البته این موضوع سال قبل 1 ماه قبل از رمضان بود. ارتباط ما ادامه داشت. خودش خیلی خوش بود که مادرش قبول کرده بود چون مادرش بسیار زن جدی بود و حتی جرأت حرف زدن در مقابل او را نداشت. یک روز مادرش با او گفته بود که اگر ما رفتیم خواستگاری، اگر چهرهش به دل ما ننشست یا اگر قدش بلند نبود نمیگیریم چون نمیخوایم بین قوم ما را بشرمانی. خلاصه این حرفا خیلی دلم را سرد کرد، نه به خاطر ای که من کدام عیب داشتم بلکه به خاطر ای که ما از یک فامیل کلان بودیم و نسبت به خودشان فامیل ما زیاد فرق داشت. حالا خودش فارغ 12 بود، امتحان کانکور نداده بود، بیکارم بود. باز برام گفته بود که شاید زیاد نتونم به خرج و مخارجت برسم، اما من با تمام وجود همه این مسائل نادیده گرفته بودم. بعد از او گپ‌ها دیگه نتونستم. حرفای مادرش و رفتارهای خودش خیلی دلم شکسته بود. خودش جرأت نداشت در مقابل مادرش استاد شوه و مرا وصل میکرد که کد مادرش گپ بزنم. من هم زیاد قار شدم و ناامید و بالاخره به خواستگاری که مادرم میخواست جواب مثبت دادم. با او گپ زدم و ازش خداحافظی کردم. به خاطر من زیاد گریه و زاری کرد. با مادرم گپ زد، خیلی گریه کرد، گفت خودکشی میکنه و حالتش خراب شد، اما دیگه بیفایده بود. درست است که مرا دوست داشت اما در مقابل فامیلش جرأت نداشت، ولی من خیلی ایستادگی کردم به خاطرش. دیدم دیگه نمیشه. در مقابل اینقدر ایستادگی او از حال جرأت ایستادگی حتی در مقابل مادرش نداره. اصلا امکان نداشت. مجبور شدم این تصمیم گرفتم که ترکش کنم. ما هیچ وقت همدیگر از نزدیک ندیده بودیم چون او کابل بود و من دیگه ولایت. ارتباط خود همراهش قطع کردم و نامزد شدم. حالا تقریبا 1.5
1.5 سال میشه که ازش خبری ندارم و فعلا عروسی کردیم. خیلی خوش هستم. شوهرم یک آدم خوب است، مهربان و با درک، همچنان یک آدم فهمیده و تحصیل کرده. هر چی که از دستش بیایه برام دریغ نمیکنه و ما خیلی وابسته شدیم، عاشق شدیم و خدا رو شکر میکنم که به گپ مادرم کدم و این تصمیم گرفتم، وگرنه با بی عقلی های خود زندگی خود از بین برده بودم. خیلی پشیمان هستم از او کارایم. بعضی وقت میگم که چطور 5 سال در یک رابطه حرام بودم، اما خوشحالم از نتیجه. حال همیشه دعا میکنم خداوند مرا به خاطر این کارم ببخشه و فعلا منتظر کارایم هستم که جور شوه و بخیر برم پیش شوهرم. خیلی خوشبخت هستم که خداوند ای تو یک انسان را در زندگیم قرار داده. امیدوار هستیم که خوشبخت شوین. چه بسا چیزی را خوش نداشته باشین در حالی که برای شما خیر است و چه بسا چیزی را دوست داشته باشین در حالی که برای شما شر است و خدا میداند و شما نمیدانید.